با سلام خدمت همراهان گرامی. آقا این قرارداد مامانده جهاز دلیل کم کردن آب. بعد از بررسی متوجه شدیم که لوله فرعی ملاحظه می‌فرمایید لوله فرعی دوزار پوسیدگی شده است، هم از این ناحیه هم از این ناحیه و اورنگیش هم خراب است که این متوجه میشیم که رد داغی آبین زه هست. یعنی ماشین خیلی وقت بوده که اصلا آب کم میکرده ولی نامحسوس و برادر بردنش هم که خب خیلی سطمه داره این کارا تو هم پیچیده است. ولی قابل توجه ماشین داران عزیز که ضد یخ فراموش نشه. یکی از دلایلی که این لوله میپوسه فقط نبودی ضد یخ داخل ماشین دیگه، حتما تابستون زمستون ضد یخ تو ماشین دون بیریزین که ماشین دون دچار این نوع مشکلاتی پوسیدگی لوله ها نشه. پولک آب میپوسه وقتی ضد یخ نباشه، این لوله ها میپوسه و به مشکل میخورین. بالاخره با این هزینه زیادی الان یه ضد یخ 120 تومانی بریزیم تو ماشین دون همیشه ضد یخ داشته باشه، این مشکلات برای ماشین دون کمتر اتفاق بیفته. در نظر داشته باشین که ضد یخ همیشه تو ماشین دون باشه. خیلی ممنون و متشکرم. یا عالی.